تورم جدیه. دولت باید هزینه هاشو نسبت به درآمدش کنترل کنه. تورم معمولاً حقوق بگیرا و قشر ضعیف و تحت فشار میذاره، فقر اونا رو بیشتر میکنه. جامعه مثل سیستم زنده است، عکس العمل نشون میده. ممکنه منجر به جنبش و خروش بشه، اعتراض بشه، مثل آبان 98 میشه. ممکنه واقعا وضع بدتر بشه، یعنی تفاوت درآمدها اضافه بشه. ممکنه وقت شکل توزیع خیلی ناعادلانه بشه، در جمع مردم فقیرتر بشن. ممکنه یه نظم اقتصادی به هم بخوره، این میتونه اتفاق بیفته، ولی این به هم پاشیدگی اقتصاد نیست. دوران خیلی سختی بر ایران گذشته. اگر سیاست‌ها تغییر نکنه، شرایط اون به لحاظ اختلاف درآمد، به لحاظ تورم، به لحاظ بیکاری، به لحاظ تنزل اخلاقی بدتر میشه، ولی بعد یه گشایش ایجاد میشه. اولین مسئله‌ای که من توی چند سال اخیر هم خیلی بهش پرداختم و خود من هم مقالاتی و گفتگوهایی راجبش انجام دادم، چالش فروپاشی اقتصادی. مسئله‌ایه که همه دارن تو فضای رسانه‌ای و تو فضای آکادمیک راجبش صحبت میکنن. میگن این تورم مزمنی که تا سال 97 از اول انقلاب تا سال 97 حدود 20% بوده و از سال 97 تا به امروز به بالای 40% رسیده میانگینش، این در نهایت به فروپاشی اقتصادی منجر میشه. من میخواستم بدونم به نظر شما اقتصاد ایران با توجه به ویژگی هایی که داره دچار فروپاشی خواهد شد یا نه؟ اقتصاد رو اگر اینطوری تصویر کنیم که انسان‌ها منابعی که در اختیار دارن، اما زمین، آب، هوا، معدن، کارخونه است، این منابع رو توش فعالیت میکنن که تولید کنن و تولیدشون هم توزیع کنن و مصرف کنن. این اقتصاد همیشه هست. نه آدم‌ها غیر از این انگیزه دارن، نه انسان‌ها متوقف میشن. ممکنه نظامی که اینا با توش فعالیت میکنن فرق کنه، ولی نوع فعالیت که فرق نمیکنه. بالاخره برای بقایشون باید تولید کنن، باید تولیدشون رو یه جوری تقسیم کنن، مبادله کنن و زندگیشون رو ادامه بدن. به این معنا اقتصاد همیشه هست. ما اقتصادایی داشتیم که تورم توشون به 100%، 200%، 400% رسیده، ولی تلاشی معنیش معلوم نیست چیه. بنابراین این که شما فکر کنید اقتصاد متلاشی میشه به این معنا که دیگه کسی کاری نمیکنه، تلاشی نمیکنه، چیزی تولید نمیشه، اصلا این اتفاق نخواهد افتاد. ممکنه یه نظم اقتصادی به هم بخوره و اون نمیشه گفت تلاشی اقتصاد. اقتصاد تحت نظم‌های مختلفی همیشه وجود داشته، وجود خواهد داشت. برای اینکه انسان‌ها میخوان باقی بمونن و برای بقایشون باید از امکاناتی که در اختیارشون طبیعت، مصنوعات بشری گذاشته استفاده کنن، تولید کنن، زندگی کنن، توزیع کنن. ممکنه وقت شکل توزیع خیلی ناعادلانه بشه، یه عده از کمبود و فقر دچار دردسرای شدید، حتی سوء تغذیه و فوت و مرگ و میر بشن، یه عده ثروتمندان تعدادشون زیاد باشه، ثروتشون زیاد بشه. این توزیع ممکنه متفاوته. توی جامعه دیگه ممکنه توزیع خیلی متعادل تر باشه، آدم فقیر اونجوری نیست، ثروتمند خیلی آنچنانی وجود نداره، ولی اقتصاد به معنی فعالیت برای تولید و بقا ادامه داره. بنابراین نمیشه بگی که معلوم نیست منظور از تلاشی اقتصاد چیه. منظور فکر میکنم دوستان و کارشناسان اینجا اینه که فروپاشی نظام اقتصادی این حاکمیت. ببین، نظام اقتصادی این حاکمیت بخشیش فعالیت‌های بخش خصوصیه، بخشیش مالکیت‌های دولتیه، تبادل تو بازاره، یه مقدار ترکیبی از ایناست، قیمت گذاریه، مالیات میگیرن توزیع میکنن، بودجه دولت نفت میفروشه، مالیات میگیره، بودجه‌ای داره، خدمات درمانی و آموزشی و اینا میده. اینا میتونه کم و زیاد بشه ولی نمیتونه محو بشه هیچ کدومش. توجه کردی؟ بنابراین منم فکر کنم
باید دقیق بگن منظور از تلاشی چیه. حتی وقتی هم بگن تلاشی نظام اقتصادی فعلی، منظورشون چه چیزی متلاشی میشه؟ دولت نخواهد بود، یعنی یه جامعه میشه که هر کسی، هیچ کس قدرت متمرکزی نیست که ادارش کنه. آیا وقتی میگن تلاشی یعنی اینکه یه عده‌ای اصلا نه کاری نه شغلی هیچی پیدا نمیکنن، گرسنگی میفتن میمیرن؟ تلاشی یعنی چه؟ این اگه تعریف نشه، ولی به نظر من اقتصاد ادامه پیدا خواهد کرد. شما تجربه بشری رو نگاه کنید، جایی بوده اقتصاد 200%، حتی 1000% یه وقتی تورم داشته، مثل ونزوئلا، یه زمانی برزیل، یه زمانی همین ترکیه، تورم خیلی بالایی توش بوده ولی به هم نریخته. یعنی مردمش وجود دارن، منابع طبیعیش وجود داره، فعالیتاشون وجود داره، برای بقا تلاش میکنن. بنابراین به اون معنا نمیشه بگی چیزی متلاشی میشه. این وضع ممکنه بدتر بشه، ولی بدتر هم بگیم با چه شاخصایی. ممکنه، بله ممکنه واقعا وضع بدتر بشه، یعنی تفاوت درآمدها اضافه بشه، به اصطلاح خط فقر پایینتر بره، در جمع مردم فقیرتر بشن، توان خریدشون کاهش پیدا بکنه، ممکنه اختلاف درآمدها و طبقاتی زیادتر بشه، ولی کی که کل اقتصاد هم کوچکتر بشه. کما که الان در این 2-3 دهه گذشته ما اقتصادمون رشد نکرده زیاد. ممکنه نه تنها رشد نکنه، اگه سرمایه‌گذاریمون همچنان کاهش پیدا کنه، ممکنه تولیدمون هم کاهش پیدا کنه. یعنی کیک اقتصاد، یعنی کیک منظور کل تولیدی که اقتصاد تولید میکنه ممکنه کوچکتر بشه و بعد توزیع اون کیک کوچکتر هم بدتر بشه. این میتونه اتفاق بیفته، ولی این به هم پاش دیگه اقتصاد نیست. مسئله دیگه‌ای که من خدمتتون میخواستم مطرح کنم چالش ابرتورمه. یه عده این روزها میگن که ممکن اقتصاد ایران دچار ابرتورم بشه و این ابرتورم خب دیگه همونجوری که شما فرمودین ممکنه توزیع رو با مشکلات زیادی روبرو کنه، کیک اقتصاد رو کوچیک‌تر کنه، نابرابری رو بهش دامن بزنه. مسئله ما اینجا اینه که با توجه به اینکه ایران میزان به قولی قروض ارزیش هم خیلی بالا نیست، شما چالش ابرتورم در ایران رو، در اقتصاد ایران رو جدی میدونید یا نه؟ بله اون جدیه، برای اینکه دولت باید هزینه‌هاشو نسبت به درآمدش کنترل کنه، باید سازمان‌های موازی و اضافی دولتی رو حذف کنه، درست، باید این تورم باید از افزایش نقدینگی به شدت جلوگیری کنه، باید یه نظمی تو بانک‌ها برقرار کنه، مثل بقیه جای دنیا که تورم داشتن و تورمشون رو کنترل کردن. ولی اگر دولت این کارا رو نکنه، همین روال قبلی رو ادامه بده، آره تورم جدیه. تورم معمولاً حقوق بگیرا و قشر ضعیف و تحت فشار میذاره، فقر اونا رو بیشتر میکنه. و ببین جامعه مثل سیستم زنده است، اگر اون قشر ضعیفتر بشه و بهش عرصه تنگ بشه، عکس العمل نشون میده. عکس العمل اون موجب عمل حاکمان میشه. مثلا ممکنه ببینن نمیدونم سوخت رو برای کسانی که زیاد مصرف میکنن خیلی گرون کنن، بعد پولی که جمع میکنن ضعفا رو تغذیه کنن. یعنی این سیستم مثل یه موجود زنده‌ایه که اتفاقاتی که توش میفته فعل و انفعال به وجود میاره و در نتیجه عکس العمل به وجود میاره. این نیست که مسیر خودش رو ادامه بده، بره مسائل پیچیده و پیچیده تر بشه و هیچ کاری نکنن. این عکس العمل گاهی میتونه در قالب به قولی خروش باشه دیگه، جنبش باشه. باشه. وقتی که در تنگنا قرار بگیرن ممکنه منجر به جنبش و خروش بشه، اعتراض بشه. اعتراض ممکنه از یه طرف سرکوب بشه، مهار بشه، ولی به موازاتش یه تسهیلاتی فراهم کنن. کما اینکه مثلا تو همین چند وقت که تورم زیاد شده بود، دیدید که عکس العمل این بود که سوبسیدا رو زیاد کردن. سوبسیدا رو زیاد کردن ولی کسر بودجه چی شد؟ بیشتر شد. باید
اون سوبسیدی که به همه مساوی میدادن باید اون رو تغییر میدادن، مثل سوبسید رو انرژی. منتها باز اگه سوبسید انرژی رو بخوان اصلاح کنن، اونم باید یه مسیر حساب شده رو طی کنن، وگرنه خود اونم باعث عکس العمل دیگه ای میشه، مثل آبان 98 میشه. ولی از این طرف دیگه هم میدونیم که الان کسانی که امکانات بیشتری دارن، مثل خونه بزرگتر، ماشین بیشتر، نمیدونم چیه بیشتر، اینا انرژی بیشتری مصرف میکنن. درسته؟ کسی فقیری هم که نه ماشین داره، نه خونه خیلی کوچیکی داره، گرمایش و سرمایش نداره، اون هیچی از این انرژی خیلی کمتر مصرف میکنه، چراغی داره فقط روشن میکنه. ولی سوبسید رو دادیم به کسی میدیم که بیشتر میدیم که انرژی بیشتر. خب این عادلانه نیست. منتها باید یه طراحی و یه خردی وجود داشته باشه که چطوری از اون که زیاد مصرف میکنه پول بگیریم، یه کمی کمک زندگی این طرف بکنیم، برای شغل ایجاد کنیم، آموزش بچه‌ش رو فراهم کنیم. این میبینی این عمل و عکس العملات توی یه جامعه زنده اتفاق میفته. این نیست که فکر کنیم مسیر همینطوری میره تا بخوره به دیوار. این توصیفی که از قطار آقای رئیسی به کار می‌بردن، میگفت قطار پیشرفت، میگفتن جلوش دیواره. خب وقتی آقای رئیسی هم، وقتی حتی رانندش هم فرض کن آقای رئیسی هم که باشه، تا ببینه داره میخوره به دیوار، بالاخره یا یه فکری خودش میکنه یا یکی دیگه حالش، اونو مثلا میگن خب رانندگی دیگه خطر داره ایجاد میکنه، یکی دیگه رانندش میشه. به این جامعه موجود یه مجموعه زنده است که با عمل و عکس العمل راهشو باز میکنه میره جلو. الان ما تو مسیر بدی هستیم، تورم زیاده، هزینه‌های دولت زیاده، نقدینگی زیاد رشد کرده و میبینی همین الان هم با توجه به همین فشارهایی که هست، دولت اقلاً بیان میکنه که من نقدینگی رو دارم چیز میکنم، کنترل میکنم. درسته؟ یا مثلا من قرض نمیگیرم از بانک مرکزی، که در واقع اینو یه کمی کم لطفیه، برای اینکه از بانک‌ها قرض میگیره، بانک‌ها از بانک مرکزی قرض میگیره، یعنی با واسطه از بانک مرکزی قرض میگیره. ولی منظور هر شرایطی عکس العملی ایجاد میکنه وقتی که یه مجموعه زنده باشه. این در نتیجه شما این که پس تا اینجا این شد که یک، تعریف تلاشی چیه؟ تلاش برای بقا، تولید و مصرف تو هر جامعه انجام میشه. از مثلا هزاران سال قبل انجام میشده، الان هم انجام میشه، ادامه پیدا، چون انسان میخواد باقی بمونه. اگر اینه که نظم اقتصادی عوض میشه، باید بگیم کدوم نظم، تعریف اون نظم رو چطوری میگیم و چی میگیم که اون عوض میشه. ولی من عرضم اینه که جامعه یک موجود زنده است، برای همینم جوامع باقی میمونن. اگر جوامع موجود زنده‌ای نبودن که در مقابل شرایطی که میشه بیاد براشون در جمع به طور جمعی عکس العمل نشون ندن، خب اصلا محو میشدن، میرفتن. سوال بعدی من دقیقاً ربط داره به همین جمله شما. یک اتفاقی که افتاده توی چند سال اخیر، بعد از اینکه تورم انقدر زیاد شده، مردم به شدت شروع کردن به خرید و فروش طلا و دلار و درست. ببین این رفتارهای اجتماعی مردم تحت تأثیر شرایط اقتصادی. شما اگر باز جامعه رو در کل به صورت یه سیستم ببینی، شرایط اقتصادی تو رفتار اجتماعی و ارزش‌های اجتماعی اثر میذاره. نظام سیاسی رو اخلاق اجتماعی و شرایط اقتصادی اثر میذاره. اینا با هم در تعاملن، یه کل رو تشکیل میدن. خب وقتی که به اصطلاح معیشت تورم زیاد باشه و بعضی از جنس‌ها مرتب بالا بره، خب افراد هم فکر میکنن پولشونو تا چیزی گیرشون میاد تبدیل به یه جنسی کنن که قیمتش زیاد شد، ارزش پولشون کم نشه، درچه میفتن به خرید و فروش و حالا یا طلاست یا ملک یا هر چیزی که رفتار عقلانی در مقابل سیاست‌های اشتباه. یعنی حتی شما رشوه و فساد رو که یه رفتار اجتماعی و ارزشیه در نظر بگیر، اونم تحت تاثیر شرایط اقتصادیه. اگر حقوق کارمندا کفاف زندگیشون رو نده، خود به خود میلغزن به طرف تخلف.
و رشوه. بنابراین اقتصاد رو رفتار اجتماعی و رو ارزش‌های اجتماعی اثر میذاره، همچنان که سیاست و ساختار سیاسی رو اخلاق اجتماعی اثر میذاره. شما اگر یه ساختار سیاسی داشته باشی که فقط از شما تمجید بخواد، تعریف بخواد و دورویی بخواد، دورویی رو باب میکنه. درسته؟ دکتر آخرین سوال بنده، آینده ایران رو من میخوام که به عنوان آخرین سوال آینده ایران رو شما توصیف کنید، به عنوان کسی که مؤسس این دانشکده بودید، به عنوان کسی که سالیان سال تو این سیستم کار کردین و اقتصاد خوندین. بله، ببین من همیشه آینده رو روشن میبینم و به آینده امیدوارم. این معنیش این نیست که وضعمون از نظر اقتصادی و حتی اخلاقی از این که هستیم بدتر نمیشه، ولی چون باز جامعه رو من یه موجود زنده میبینم، عکس العملایی از خودش نشون خواهد داد، با پای رو باز خواهد کرد. شما اگه تاریخ ایران رو نگاه کنی، دوران خیلی سختی بر ایران گذشته. چطور خودش رو جمع کرده، از اون دوران سخت گذر کرده، یه دوران جدیدی رو دوباره شروع کرده. من فکر کنم شرایطمون با این اگر سیاست ها تغییر نکنه، شرایطمون به لحاظ اختلاف درآمد، به لحاظ تورم، به لحاظ بیکاری، به لحاظ تنزل اخلاقی بدتر میشه. ولی بعد یه گشایش ایجاد میشه، چون بالاخره مردم میخوان زندگی بهتری داشته باشن، مردم میخوان چیز داشته باشن، میخوان خودشون، بچه هاشون شرایط بهتری داشته باشن. این خواست بروز میکنه و راه رو باز میکنه.